بودیلامو زبیرова همسر اوفیس مردمی تاجیکستان فیضلی حسن روز 25 اکتبر در سن 73 از عالم چشم پوشید. خود فیضلی حسن به خبرگزاری سپوتنیک خبر مرگ زوجش را تصدیق کرده گفته است که او به یگان بیماری جدی ناگهان جان داد. از سلامتیشان شکایت نداشتند. صبح احوالشان خوب بود. همراه چای نوشیدیم و من از پس کارهایم رفتم. پس از نیم ساعت از خانه زنگ زدند که فشارشان بلند شده است. نقل کرده است فیضلی حسن. او در حال به خانه برگشته طبیبان را دعوت کرده است، اما همسرش الکی بندگی را به جا آورده بودند. نماز جنازه مرحوم صبح 26 اکتبر ساعت 10 در دهه بلخ نویه سینا برگزار می شود. بودیلامو زبیرova تا سن نفقه چون کتابشناس فعالیت داشت. فیضلی حسن آوازخوان، آهنگساز و حافظ مردمی تاجیکستان نیز 73 سال دارد. او را همچون پیرو و دوام دهنده سبک آدینه هاشم یکی از هنرمندان نامی تاجیک مینامند. فیضلی حسن بخصوص در سراییدن ترانه‌های مردمی و فلک راغی معروف بوده. سالهای آخر ترانه‌های صوفیانه و مذهبی نیز زیاد اجرا می‌کند. فیضلی حسن سالهای طولانی در تئاتر خلقی نویه مسکو کار کرده. تنها در سالهای 90 که الکی یک هنرمند معروف شده بود به دوشنبه کوشید.